بچه 5 تا پرنده روی درخت داریم، یکیشونو با تیر شکار میکنیم، چند تا پرنده روی درخت میمونه؟ آقا اجازه هیچی. نه 4 تا میمونه. انیشتن یه پشکم بزنی پرنده فرار میکنه، زدی یکیشونو کشتی بگردی میمونن رو درخت. 5000 تومان داری، 5000 تومان دیگه از مامانت میگیری. چقدر داری؟ 5000 تومان. میبینی هیچی ریاضی نمیدونی. شما هم هیچی راجع به مادر من نمیدونی. خب بچه میریم سر درس علوم. اگه گفتید چرا ما چند تا گروه خونی مختلف داریم؟ آقا برای اینکه بچه‌ها از تمای مختلف لذت ببرن. خیلی بانمکی. میدونستی قورباغه بالاتر از برج میلاد میتونه بپره؟ واقعا؟ آره، چون برج میلاد نمیتونه بپره. آقا معلم خیلی خوب زایت کرد. آفرین آقا معلم. پرام علی، چابلوس علی، تمامش کنیم مسخره بازی. خب کی میاد این سوال حل کنه؟ پرام زیر بغلت کثیفه؟ پرهام بیا حلش کن. آقا ما نمیایم. نمیای؟ آقا ما بلد نیستیم. برو